سلام، سمیرا هستم. با بیش از 23 سال سابقه در رقص، حرکت، طراحی و اجرا در خدمتتون هستم. امروز اینجام که یه حرکت خیلی خوشگل ساده رقص ایرانی رو بهتون یاد بدم. این حرکت دستی که میخوام بهتون یاد بدم هم میتونین یه دست انجام بدین هم دو دست. جای بازی کردن با حرکتش خیلی زیاده، خیلی بازه، خیلی میتونین از استعدادهای خودتون استفاده کنین. من تا جایی که جا بشه خیلی سریع مدل‌های مختلف حرکت رو بهتون میگم و خودتون میتونید باهاش بازی کنید. روی سریاش تاکید بیشتری دارم، میتونید با تمرین به همش برسید. اولین کاری که میکنم از دست راستم مثل همیشه با دست راست شروع میکنیم، ولی اگر که چپ دستید چپتون راحت تره با چپ شروع کنید. کاری که میکنم اول تک دست میگم. یه دستم تو ویدیوهای قبلی من بهتون گفتم دستی که باهاش کار ندارید هیچ وقت اینو ولو نمیذاریم این پایین، دسته میره تو کمرم خیلی شیک اینجا میمونه. اینجوری و اینطوری و اینا هم نه ها، دعوا نداریم. این دسته خیلی شیک باید این پایین بره تو کمرم. اون یکی دستی که قراره باهاش حرکت رو انجام بدید. دستم با روی دستم از خط پهلو میره بالا، صاف میره بالا، میمونه بالا. الان حرکت رو یه دست میگم، بعد دو دست تمرین میکنیم. رسید که بالا، از بالا یه خط صاف میخوام برگرده پایین. پس چی شد؟ یه هلال اینطوری نیم دایره طور رفت بالا، میخواد خط صاف برگرده پایین. ساده ترین شکلش اینه که صاف با کف دستم میاد پایین، روی دست میره بالا، کف دست میاد پایین، روی دست بالا، کف دست پایین. یکم میخوام پیچیده ترش کنم. روی دست میره بالا، دستم با اس میاد پایین. قشنگ با دستم انگار میخوام اس بکشم. مسیری که این اس میاد پایین دقیقا یه خط صاف نزدیک به بدنمه. این اس رو اینجا نمیخوام بزنید، چون این از بغل بدن رفته بالا. مسیری که میاد قشنگ، مسیری که میاد از بغل شونم، سینم رد میشه میاد پایین. پس روی دست میره بالا، با اس از نزدیکترین نقطه به بدنم میاد پایین. یه مدل دیگه که میتونه بیاد پایین با چرخش مچه. 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4. چرخش مچم هم قبلا بهتون گفتم تو تمرین مچم از بیرون میاد تو میچرخه. یعنی این دستم نمیخوام پس بزنه رو به بیرون، از بیرون میاد رو به تو. انگار همه چی میخوام جمع کنم تو دستم. روی دست میره بالا، 1 2 3 4 بالا. من دارم با پای غیر براتون انجام میدم، یعنی پای سوزنی نمیزنم، پاهم ثابته، یه پام رو پنجه است. فقط دارم با پهلوام یه غیر ریز میدم. میره بالا، 1 2 3 4. با اس میخوام بیام پایین. ریت دیری دیم دیم دیش دیلی دیم دیم. ریت دیری دیم دیم دیش دیلی دیم دیم. این حالت یه دستش بود. همین کارا رو با دست چپم هم انجام میدم. همه رو باید تمرین کنیم. دست چپه که راه افتاد قشنگ نرم تونست اس بزنه، مچش بچرخه، با روی دست تونستید ببرینش بالا. اینا رو با هم دیگه متصل میکنیم، با هم دیگه میزنیم. دست راست میره بالا، میمونه بالا. دست چپ میره بالا، میمونه بالا. اینا نگر میدارم، این میاد پایین، میره تو کمرم، این یکی میاد. میشه 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4. با پای سوزنی میتونیم بزنیم. بدون موزیک بزنیم، بعدم براتون با موزیک هم میزنم. این یه مدل دو دست بود. مدل بعدی دو دست این که دو دست، یعنی نوبتی انجام نمیدن کارا رو. این کاری که داشتیم الان انجام میدادیم یه جوری انگار پرسش و پاسخه. این دستم سوال میکنه، این دستم جواب میده. این دستم سوال میکنه، این دستم جواب میده. این یه نوع دو دسته که بهش میگن پرسش و پاسخ. یه مدل دیگه دو دست که داریم با هم دیگه حرکات انجام میدن، قرینه هم دیگه. با هم میرم بالا، با هم میام پایین. بالا،
پایین. ریت ریت دیم شتلی دیم شتلی دیم دیم. اشوه، لبخند، صورت، نگاه، همه اینا رو باید داشته باشیم. هم میتونیم با پای سوزنی بزنیم، با پای غیر، با اکثر پاها میشه زد. فعلا تا اینجا فکر کنم پای غیر و پای سوزنی رو بهتون گفتم توی ویدیوها، ولی با تمام پاها این استفاده میشه. تو تمام شرایط میتونید ازش استفاده کنید. مثلا رفتین یه جایی که خیلی جا ندارین، خیلی مثلا تکی نمیخواین برقصین، میتونید ثابت وایسین، با دستتون بازی کنین، با دستتون برقصین. خیلی نیاز نداریم حرکت کنیم، مثلا خیلی حرکت رونده‌ای نیست که بگی حتما یه فضای بزرگ احتیاج داری یا باید مثلا تکی برقصی همه بشینن نگات کنن. نه، حرکتیه که تو تمام شرایط میتونین انجامش بدین. نسبت به انتخاب خودتون و موزیک میتونین 2 دست، 1 دست، حتی اینو معمولا من نمیگم به هنرجام، برای اینکه وقتی اینو بگم اتفاقی که میفته، من سر کلاسا همیشه به هنرجام میگم تا جایی که میتونی دستو بکش بالا، تا جایی که میتونی دستو تو خط پهلو بازش کن. ولی اتفاقی که میفته اگه بهشون بگم آقا رفتی مهمونی جا نبود نیازی نداری اینو خیلی بزرگ بزنی، دیگه عادت میکنن همه رو اینجوری میزنن. من تا جایی که جا داره میخوام که تو تمریناتون تا آخرین نقطه بکشید دستاتون و بدنتون رو صاف. تو مهمونی حالا میگی لباس سخته و نمیدونم موه اینطوریه و اینجا میاد بیرون و اونجا، معمولا خب اینا رو جمع و جورتر میزنیم ما. معمولا میگم، من به هنرجوام میگم که نه چون جلو من تا اینجا میزنن، مهمونی میرن دسته از اینجا به بالا بیشتر نمیره. واسه همین تا جایی که جا داره حداقل تمریناتون تا آخرین نقطه عضلاتتون بکشید دستاتون رو جلو. اگه قراره بره جلو، بالا، پهلو، تا جایی که میتونید استفاده کنید از عضلاتتون. اینا اینجاست که ازشون استفاده بشه. اینطوری ولش نکنید عضلات همه کوچیک بشه بعد یه مدت، چون تو روزمرگیامون ما هیچ وقت اینجوری راه نمیریم. واسه همین حداقل اگر دارید ورزشی میکنید، اگر دارید رقصی رو تمرین میکنید، اگر دارید کاری میکنید، سعی کنید از عضلاتتون، مفصلاتون به بهترین حالت استفاده کنید. ولشون نکنید اینطوری بیکار بمونن که بعداً با یه فعالیت، با یه ورزش همه جاتون درد بگیره و عضلات کوفته بشه، برای اینکه عادت نداشته اون حرکت رو بزنه. احتمالاً اوایل شروع رقص، ورزش، هر مدل ورزشی این اتفاق واسهتون میفته برای اینکه تو روزمرگی اون کار رو انجام ندادید. یا مثلا خیلی از دستایی که من میگم شاید خیلی آسون باشه و هیچ فشاری به هیچ جا نیاد، ولی یه جهتایی رو که انجام بدین میبینید که فشار داره بهتون میاد. اونم فقط به خاطر اینه که عضلاتتون عادت نداره. واسه همین حالا همه اینا رو گفتم که بگم خیلی سعی کنید جمع نکنید حرکت رو، ولی میتونید جمع کنید. ما حالا داریم میگیم که تا آخرین نقطه میخوایم ببریمش. هر چقدر رقصتون کشیده تر باشه خوشگل تر میشه. اینا رو همه رو با موزیک